Hello everyone, I'm Mahbub Al Hakimi. Welcome back. Today I'm going to talk about a very essential and practical English grammar. Be used to plus verb ing or noun. Today I'm going to talk about be used to plus verb ing or noun. What does it mean in Persian and what is its definition? به فارسی معناش چیست و تعریفش چی است؟ In Persian be used to به معنای عادی بودن و یا عادت داشتن. عادت داشتن در حال و یا عادی بودن نشان میدن. عادی بودن معناش است یا عادت داشتن. So what is its definition? بنابراین تعریفش چی است؟ Be used to is used to talk about something that is normal or familiar for someone in the past or in the present. Be used to استفاده میشه تا در رابطه با وضعیت و یا در رابطه با کاری بحث کنه که در گذشته و یا در گذشته و در حال برای یک شخص عادی بوده است. در گذشته برش عادی بوده است و فعلا برش عادی است. یعنی be used to عملی را نشان میده که در حال و در گذشته برای یک نفر عادی است. هم در گذشته برش عادت داشته است و هم در حال برش عادت دارد. Okay. Here I have written some examples, but before reading the examples, you have to keep two very important points in your mind. خب چند مثال نشته کردیم. قبل از خواندن مثال ها دو نکته مهم شما در ذهن داشته باشید. یکی ای که be used to استفاده میشه با جارند و با شکل فعل استفاده میشه با شکل فعل یا جارند. شکل فعل برش میگه که شکل آینجی فعل جارند هم میگن. در درس‌های آینده ما خواندیم. be used to استفاده میشه با شکل آینجی فعل استفاده میشه با شکل آینجی فعل و یا با اسم استفاده میشه با ضمیری و یا اسم استفاده میشه و یا با شکل آینجی فعل استفاده میشه. یعنی اگر با فعل استفاده شد باید آینجی در فعل همراهش باشه و با اسم استفاده شد و یا با ضمیر هم میتونه استفاده میشه او زمان باز فعل نمی باشه. خب for example my father is used to drinking tea every day. my father is چیز be بجای be همیشه شما میتونید is am or was وار استفاده کنید. my father is used to drinking is be هستن used to هستن و drinking ور با انجی هستن. my father is used to drinking tea every day. پدرم به نوشیدن چای عادت دارد. my father is used to پدرم عادت دارد drinking tea every day. پدرم به نوشیدن چای هر روز عادت دارد. یا نوشیدن چای به پدرم عادی است. نوشیدن چای هر روز به پدرم عادی است. یعنی نشان میده که پدر ازی در گذشته و در حال به نوشیدن چای چه دارد؟ عادت دارد. در گذشته عادت داشت، فعلا هم عادت دارد. Second example. I'm used to getting up early. I'm used to getting up early. من با وقت خیستن عادت دارم. I'm used to من عادت دارم. Getting up early. من با وقت خیستن عادت دارم. I subject هستن am be هستن. used to هستن. Getting verb ing هستن. I'm used to getting up early. من با وقت خیستن عادت دارم. یعنی وقت خیستن برای ما عادی است. نشان میدن وقت خیستن برای ما عادی است. She is used to studying at night. She is used to studying at night. درس خواندن از طرف شب برای او عادی است. یعنی she is used to او عادت دارد studying at night. او با درس خواندن از طرف شب عادت دارد. یعنی درس خواندن از طرف شب برای او عادی است. در حال نشان میده عادی بودن یک کار یا عادت داشتن یک کار در حال نشان میده در حال. Fourth example. He is used to spicy food. He is used to spicy food. Okay. In these examples we had gerund. After be used to we had gerund or
ing form of the word. ما در جملات بالا مثل این جمله، در این جمله، در این قسمت و در این قسمت ما بعد از used to چی رو داریم؟ شکل ing فعل داریم. شکل ing فعل هستند. اما در اینجا شکل ing فعل نیستند. در اینجا ما اسم داریم. اسم استفاده کردیم در این قسمت. He used to spicy food. بنابراین در اینجا شکل ing فعل نیست، بلکه اسم استفاده شده است. وقتی که اسم بیاید، اسم استفاده میتونید بکنید با یک شکل ing فعل استفاده میشه. در اسم خوش ما ing اضافه کردن نمیتونیم. He is used to spicy food. او به غذای تند و تیز عادت دارد. غذای تند و تیز به او عادی است. He is used to. او عادت دارد. Spicy food به غذای تند و تیز. به غذای تند و تیز عادت دارد. من به سر صدا عادت دارم. I'm used to noise. I'm used to noise. من به سر صدا عادت دارم. I'm used to noise. من به سر صدا عادت دارم. She was used to smoking. سیگار کشیدن بر او عادی بود. She was used to smoking. As I mentioned that we can use any to be verbs such as SMR, was were, we can use them in place of be. قسمی که من گفتم ما هر to be verb رو میتونیم استفاده بکنیم. As, am, or, was, were تمامش میتونیم استفاده کنیم. She was used to smoking. She was used to smoking. سیگار کشیدن بر او عادی بود. سیگار کشیدن بر او عادی بود یا به سیگار کشیدن او عادت داشتن. یعنی در گذشته سیگار میکشید برش عادی بود و اکنون هم میتونه سیگار بکشد. خب میمو دیرست میمو اینجا یک میموز یک یادداشت است. Here I want to talk about the difference between be used to and used to that I explained yesterday. در اینجا ما تفاوت be used to و used to را میخوایم براتون بگیم که روز قبل ما used to را تشریح کردیم و امروز ما be used to را تشریح داریم. تفاوت از اینو چی هست؟ خوب دقیق باشین. used to استفاده میشه این قسمت. used to استفاده میشه تا بر ما عمل را نشان بده که در گذشته موجود بود، در گذشته عادت یک شخص بود اما اکنون عادتش نیست، فعلا موجود ندارد، فعلا او عمل نه موجود است و نه عادتش است. در گذشته او عمل موجود بود، ترک شده است و یا عادتش به کار بود ترک شده اما فعلا هیچ عادتی به او کار ندارد. و be used to چی میکنه؟ این عمل را نشان میده برای ما که در گذشته برش عادت بود و در حال هم عادت داره به او کار، ترکش نکرده است. قسمی که ما در اینجا داریم she was used to smoking. سیگار کشیدن به او عادی بود، یعنی در گذشته برش عادی بود اما فعلا هم ترک نکرده است سیگاره، فعلا هم بخواه سیگار میزنه ترکش نکرده است. اما در این قسمت داریم she used to smoke. او سابق سیگار میکشید، او قبلا سیگار میکشید، یعنی در گذشته عادت سیگار کشیدن داشت. این نشان میده used to که در گذشته سیگار میزد اما ترکش کرده است و فعلا سیگار نمیزنه. اما این بر ما نشان میده که در گذشته سیگار کشیدن در گذشته برش عادی بوده است اما فعلا هم ترکش نکرده است، یعنی ترک عمل نشان be used to نمیده. Okay, that is all for today. See you in the next lesson.